سرخط خبرها. پوتین گفت مهاجران چگونه به سفر آماده شوند. آشکار شدن ده‌ها مورد خیش و تباربازی در اداره‌های دولتی و تولید الکتروبس ها در دوشنبه. سلام، امیدوارم صحت و سلامت باشید. به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. در راه‌های شهر دوشنبه به طور آزمایشی روهای الکتروبس و ترولبوسی نسل نو آغاز شد که آنها در تاجیکستان جمع و وصل شدند. الکتروبس پس از پورا نیرو گرفتن تا 200 کیلومتر و ترولبوس با نیروی در بطاری‌ها ذخیره شده تا 40 کیلومتر حرکت کرده می‌توانند. گنجایش آنها 100 نفر مسافر را تشکیل داده درازیشان 12 متر است. در نظر است بعد انجام آزمایش شرکت اکیا اویسو اتوماتیو اینداستری در همدستی با دیگر ساختارهای مربوطه در کارخانه اکیا اویسو به استحصال یک سلسله الکتروبوس و ترولبوس ها شروع می کنند. با توجه به آنکه نرخ سوزشواری در کشور رو به افزایش است، آگاهان امور میگویند راه اندازی این گونه واسطه نقلیات یک نوع راه حل مسئله شده میتواند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه هنگام جلسه شروع رشد جامعه شهروندی و حقوق بشر درباره بود و باش مهاجران کاری در این کشور اظهار نظر کرد. سامانه رسمی پرزیدنت روسیه خبر می‌دهد که به گفته ولادیمیر پوتین هر مشکلی که در رابطه با مهاجران از آسیای مرکزی به میان میآید باید در همکاری با همتایان کشورهای اتحاد حل شود. ولادیمیر پوتین گفته است افرادی که به روسیه میآیند باید نه تنها زبان روسی را خوب دانند بلکه با قانون‌های دولت نیز شناس باشند. گذشته از این به تاکید رئیس جمهوری روسیه مهاجران باید حقوق‌های خود را دانند و از عادت‌های مردم این کشور باخبر باشند. همچنین پرزیدنت تاکید نموده است که مهاجران از کشورهای اتحادی دولت‌های مستقل قبل از آمدن به روسیه باید در وطن خود کسب آموزند. ضمناً بنا به یک نظرسنجی که فدراسیون مهاجران روسیه همراه با دانشگاه دولتی مسکو که میان مهاجران از آسیای مرکزی گذراندند، بیش از نصف مهاجران کاری گفتند که نسبت به خود نظری منفی احساس نمی کنند و آماده‌اند در روسیه بمانند. در مجموع در این نظرسنجی 4739 مهاجر اشتراک کردند. در نظرسنجی آمده است که معاش میانه یک مهاجر در روسیه 47000 روبل در ماه بوده است. گفته می شود آنهایی که زبان روسی را می دانند حدود 49000 روبل و آنهایی که زبان روسی را سست‌تر می دانند حدود 37000 روبل در یک ماه می گیرند. با تصمیم سازمان ملل متحد همساله 10 دکبر روز جهانی فوتبال تجلیل می شود. فوتبال یکی از نمودهای معمولترین ورزش در جهان به حساب می رود و آن در تاجیکستان نیز هواداران زیاد دارد. شورای ورزشی رادیو آزادی نرزالای لطیف در میز گرد با سابقه داران و فوتبال بازان معروف درباره برد و باخت فوتبال تاجیک صحبت کرد. حالا پاره از این صحبت به شما پیشکش می شود. در زمان استقلال تاجیکستان و تا به امروز دسته منتخب ملی کشور نتوانسته است به مرحله نهایی چمپیونات آسیا یا مسابقات قهرمانی آسیا راه یابد. حالان که همسایه های ما، من در نظر دارم قرقیزستان را که به چمپیونات به مرحله نهایی آن راه یافت، ترکمنستان، ازبکستان بارها، ولی تاجیکستان تا حالا راه نیافته است. از نگاه شما سبب چی است؟ سبب اساسی؟ مرحمت. فکر خود گفتنی هستم. در دولت‌های همسایه ما پیش از همه جنگ گرجدنی نبود. برای همین وقتی که اتحاد شوروی بران خورد، آنها اینفراستراکچور نقض داشتن، بازیگراشون موندن، ولی که از ما که از کار رو از اول سر کردن البته وزنی‌تر است، ولی چنانه که اهمیت میدادیم چند سال دسته ما رو با دسته های پرقوت نمیموندن. کوبوک افریقا باز میکردن، کوبوک ویزوا باز میکردن و چند سال اخیر دسته ما با اجازه داد که در این مرحله کوبوک جهان و کوبوک آسیا اشتراک کنند و البته همین سال ما قریب بودیم به این مرحله، البته یک دو خال نرسید. از این راه نگاه نکرده باز آینده خوبتر می شود و آینده
ояндаи наздик албатта мо умед дорем ки дастаи худро дар марҳилаи финалии ҷоми осиё бинем. бале бозии охирини даста дар қазоқистон дар шаҳри нурсултон бо тими мунтахаби миллии қазоқистон нишон дод ки дастаи тоҷикистон қудрат дорад, қувват дорад ба қисми ниҳоии қаҳрамонии осиё рохат бигирад. вале то ба ҳоло мунтахаби тоҷикистон сармураббӣ надорад. проблемаҳое ки барои дарёфт намудани сармураббӣ дастаи мунтахаби тоҷикистон ин ҳамаш федератсия вобаста аст. باید تکلیف کند از خارج از اینجا من باور دارم که مسئله رو حل میکنه دریافت میشه. بله. اوستان در کار فقط. اما وقتی که مربی تیم ملی میشد باید اون مربی فقط با همون فوتبال بازانی که دارد با همون تاجیکستان هم چند فوتبال بازان دارد با اونها باید یک با هم صحبت شود با اونها رنگ یک اویله کند دسته رو. و فرق نداره که از کدام از دولت و باید فوتبال بازان باید برای هم برای پرچممون برای پرچم تاجیکستان و برای مربی بازی کنند. برای مخلصان و برای مربی. صحبت مفصل میز گرد رو در سامانه رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی تماشا کنید. مقامات رسمی تاجیکستان گفتند امسال ده‌ها موردی به کار گرفتن خش و تبار رو در چندین اداره ثبت کردند. شادکام تورسونزاده سخنگوی آژانس مبارزه با کروپسیا روز 9 دکبر به خبرگزاری دولتی خاور گفته است در 10 ماه گذشته در سراسر کشور 99 موردی به کار گرفتن خش و تبار در اداره ها را ثبت کردند. در تاجیکستان یک رئیس بر اساس قانون حق ندارد پسر عمک، خواهر یا برادرش را به کار بگیرد، ولی شکایت زیاد است که در اداره های دولتی تاجیکستان بر اساس صداقت، محل و خش و تباری به کار میگیرند. شادکام تورسونزاده همچنین گفته است در 10 ماه گذشته بیشتر از 1800 مورد رشوه‌خواری، تقلب مالی و جنایت‌های دیگری کروپسیونی را آشکار کردند که تقریباً 800 تای آن را جنایت‌های وزنی تشکیل می‌دهند. رئیس شورای حقوق بشری نزد پرزیدنت روسیه نوشته‌های تاجیکی متروهای مسکو را تنقید کرده است. والری فادیف رئیس شورا گفته است در این خصوص با او شهروندان شکایت کردند. او از سرگئی سابیانین رئیس شهر مسکو خواسته است موضوع را شرح دهد. راهنما با زبان تاجیکی و ازبکی ماه سپتامبر امسال در ایستگاه 2 متروی مسکو پیدا شد. مهاجران با استفاده از آن به مرکزی مهاجرت می روند. این مقامدار روس این اقدام را تنقید کرده گفته است به جای راه اندازی سیاست همگیری مهاجران ما به آنهایی که زبان روسی را نمیدانند شرایط فراهم می‌آوریم. او اشاره کرده است که گویا این اقدام خلاف قانون درباره زبان دولتی روسیه است. قبلا مهاجران از این نوشته ها اظهار خوشحالی کرده بودند که مقامات روس به خاطر احترام به آنها چنین کاری انجام دادند. سازمان های بین المللی سطح ملت بدبینی در روسیه را بلند می دانند. بخش یک روزی تاریخ را در تهیه همکارمان خیرمان بقازاده همراه می بینیم. 10 دکبر روز جهانی حقوق انسان است. فعالان حقوق میگویند این مسئله در تاجیکستان صاحب استقلال بسیار مهم شده. مفهوم حقوق و آزادی های شهروندی مثل آزادی بیان، آزادی اعتقاد، آزادی های سیاسی تا رفت اهمیت بیشتر کسب میکنند. سازمان های حامی حقوق تاجیکستان را برای محدود کردن حقوق شهروندی، دخالت افزاینده به حیات شخصی انسان و هم افزایش شمار زندانی های سیاسی انتقاد میکنند. حکومت میگوید که قانون های تاجیکستان همه حقوق و آزادی ها را فراهم کرده است. 10 دکبر سال 2012 تاجیکستان عضو سازمان تجارت جهانی شد که از نظر مقامات این کشور یک حادثه تاریخی گردید. عضویت در این سازمان بین المللی معامله های برابر حقوق با کشورهای دیگر را در عرصه تجارت و اقتصاد تنظیم می کند. این عضویت قرار بود تاجیکستان را به حیث یک کشور مورد نظر سرمایه گذاران خارجی دلپذیر می گردانید. ولی به قول تحلیلگران وجود فساد، اندازهای بلند، مونوپولی اقتصاد از جانب گروه‌های منفعت‌دار نزدیک به حکومت و نبود شفافیت مانع رشد اقتصادی این کشور شده است.
با قرار سازمان ملل متحد 10 دکبر روز جهانی فوتبال اعلان شده است. در تاجیکستان هم این یکی از نوع‌های بسیار محبوب ورزش به شمار می‌رود. در عهد شوروی این جمهوری با تیم ملی پامیرش افتخار می‌کرد که توانست به لیگ عالی SSSR شامل شود. در دوره استقلالیت هم ده‌ها کلوب خرد و بزرگ فوتبال تأسیس شد، ولی اکثر آنها از کمبودی مبلغ‌گذاری و شرایط کار و مشق اذیت می‌شوند. بانک ملی قربی اسعارا برای امروز چنین تعیین کرده است: $100 1129 سومون و 47 درم و 1000 روبل روسی 152 سومون و 80 درم است. بینندگان عزیز، این بود آخرین برنامه نویدی بامدادی در پایان هفته روان. با شما استراحت خوب آرزو مندیم. خدا نگهبانتان.